بچه‌ها سلام. امروز اومدیم دانشگاه آکسفورد تو شهر آکسفورد، یکی از دانشگاهایی که بزرگترین آدمای دنیا مثل آلبرت آینشتین و فرمر پرایم مینیستر استرالیا و خیلی آدمای خفن دیگه تو دنیا از اینجا فارغ التحصیل میشن. و اصلا کلا فضای این دانشگاه، فضای کل شهر انگار همش یه جوریه که تو باید اینجا بیای و یه پروفسوری از تو در بیاری. بچه ها اومدیم یه کتابخونه خیلی قدیمی، کتابای خیلی کمیاب، اصلا پرتوپرتون تو میریزه. دل تاریخ. آره کتابایی که اصلا هیچ جا پیدا نمی‌کنی. فیلمشو میگیرم میذارم ببین، خیلی باحاله. بچه ها لباس رو ببینید، خدایی شبیه لباسه هخامنشی نیست. بچه ها این باید بکنیم خودمون تا ببینیم کدوم یکی از اینا رو پیدا میکنیم، اسلحه و چکمه و من این اسلحه رو نکنده دارم میبینم. آره اسلحه‌اش اینجاست. بذار ببینم مثلا اینجا رو بکنیم چی پیدا میشه. بده یکی از این رو من چیزی میتونم این تو پیدا کنم. اینو من پیدا کردم، این ظرف هست. این ظرفه آیدیشه، این اینجاست. ببینید اگه بتونی چکمه رو پیدا کنی خیلی. این یه چیزی باید این تو باشه. میشه؟ میشه دست داد. آره خاک نیست، همین چیه برق هست. یه چیزایی هم این زیره، حتی پیدا کنیم مال خودته. این چیز هست، کفش هست نه؟ این گاونیه که فکر کنم موقع گریجویشن میپوشیدن. آره اینترنشنال کانفلیکت. آره این نکنه همون چیزه بوده، این زنه بود که مؤسس پرستاری بوده تو دنیا، خیلی معروفه. این کیو میگم؟ اسمش یادم نیست که بخوام بگم. غیبت ماشینا رو ببین، 190 پوند یه ماشین میدادن. مالی چه سالی؟ بذار برم جلو. 185 پوند، 215 پوند. خیلی باحاله. این چی میگه؟ این خیلی جالبه. اولین زوجی که مربای مارملید درست کردن خانواده کوپر بود، سارا کوپر. Made marmalade from a secret family recipe using just سوال آرشی. ولی خیلی جالب. اینا چیزشونه. اینا بیشتر به وسایل شکنجه میخوره که. حتی اینجا مارکت شهر آکسفورد، جایی که خیلی معروفه. میخوام بریم این طور هم بهتون نشون بدم. بچه‌ها الان اومدیم یه مغازه باحال تو نزدیک دانشگاه آکسفورد که آره فقط کارش فروش شکلاته، درینک‌های شکلاتی از 8% بعد من 50% آیس گرفتم با شیر میلکشیکش. می‌خواستم 70% امروز تمام کردم. بذارم چطوری تمام. وای مال من خیلی خوشمزه است. خیلی باحاله. عاشقشم. من اصلا کلا از اینجا دیویژن نمیخورم. فقط کافی میخورم صبح دستی. ولی این خیلی باحاله. کاش میشه مزهش نشون داد توی دونه. یه چیز خطر. اصلا فکر کن تو
دانشگاه آکسفورد مثلا درس می‌خونی میای اینجا بیرون اینو میزنی حال می‌کنی. خیلی باحاله. بچه اینجا همه یه حالت تالنت چطوره؟ این یه چیز دیگه است. قبول داری؟ اصلا وای خیلی خفنی. چه دوستش اینا؟ اسمش چیه اینجا؟ کنوپس. بچه اگه اومدید شهر آکسفورد حتما کنوپس رو بیاید یه دیگه که چوکولاتی باحال بزنید خیلی خوبه. یه نتیجه خیلی خوبه. آره. ولی دوتا شد 10 خون. دوتا شد 10 خون. به استارباکس و اینا هم که میریم همینقدر. اصلا این چقدر خوبه. این چیه یه بچه میلچک نگوید من خیلی خوبه ولی در مقایسه با ایشون بزن اینو بزن اون بریز دور 5 خون رفت تو خلا. نه میخورم با افتخار هم میخورم. از انتخابت لذت ببر. نه نداره ایسان سورات داره بیده نه میشه میشه نداشته باشه نه هم داره ولی این نیه واسه این سورات ساخته نه در حالی دیگه خیلی شلوول این برمار میپره میشه این نیه رو فشورد اینطوری کرد تو نه به خدا اینا نیست باید خیلی هم سفت و محکم وایسته من پس تو این در ردش کنم برات به این میگن ریورس انجینیرینگ. این کار رو تو آکسفورد بکنی بهتون دکترا میگن. من چرا پایینش گرمه؟ ها؟ نمیدونم. هنوز گرمه. کسی تکونش داد. پایینش گرمه بالای سرده. یا که ما این نیر زدیم. اصلا خیلی خوش می‌گذره. این 54%شه. من به خود دفعه یه پا میشم میام آکسفورد که 70-80%ش من میکنم شهر ما نه نه شهر ما تو دهاتیم شهر به دهات که ما هزینه پیدا نمیدیم خوش یعنی ما رو تو نه تو این نکن ببین میخوایی اینو بیارید تویم هم اون خنک‌تر میشه هم تو راضی‌تر میشه ولی یه چیز جالبی که الان من اینجا فهمیدم اینجا پر چینیه یعنی اصلا وارد شانگهای شدی خیلی جالبه چرا؟ خیلی جالبه خیلی چینی داره بس که پول دارم فقط لزومی نداره پول داشته همه پلنج باشن می‌دونی؟ ممکنه یه سری با پول بیان درس بکنن چینی هم که پول داره اصلا اکثرا الان دیگه تلنتی وجود نداره اوورسیزا بخشید میان با پول زیاد فکر کنم شهری دانشگاه آکسفورد خیلی بیشتر شهری ها داشتن همون یه دیگه من اینجا درس خوندم آکسفورد نبودیم ولی مثلا بچه های آکسفورد رو خوندیم بچه های آکسفورد هم نزدیک داریم بچه ها اینجا یه دستگاه ما پیدا کردیم رنگ مردمک چشم رو میتونید این تو این چی میگن آینه با این نورایی که ساطع میشه ببینید خیلی باحاله الان مال من تقریبا حالت قهوه‌ای داره چقدر قشنگه اون شد وای نگاه کن یکاش من میتونستم اینو فیلم بگیرم خیلی جالبه برو مارتو رو ببین مارتو چه رنگیه مالا هم دقیقا هم قهوه‌ای ولی کامل میتونی ببینی خیلی جالبه مردم ها که چشم میتونی اینجا رنگش رو ببینی چشمتو نبند دوتاشو باید باز بذاری خیلی قشنگه